اشنایدر الکتریک با بیش از یک قرن تجربه در طراحی و تولید تجهیزات و قطعات مرتبط با صنعت برق برندی شناخته شده در سطح جهانی و همچنین در میان کاربران صنعت برق و بازار داخلی در ایرانه. یکی از محصولات شناخته شده این مجموعه رله ارتفالت اشنایدر الکتریک یا رله حفاظت جریان نشتیه که به منظور ارسال فرمان قطع مدار در صورت بروز خطای اتصال زمین یا جریان نشتی به کار میره. در واقع رله نشتی جریان برای نظارت بر عایق الکتریکی کابل‌ها که ممکنه در اثر فرسودگی دچار افت خاصیت عایقی شده باشند و یا در اثر تعمیم و گسترش اتصالات دچار جریان نشتی شده باشند استفاده بشه. اندازه‌گیری مداوم جریان نشتی توسط رله ارتفالت و کوربالانس امکان حفاظت از مدار و جلوگیری از بروز خطا و عیب در مدار رو فراهم میکنه. افزایش جریان نشتی ممکنه موجب خاموشی کامل تأسیسات بشه. رله ارتفالت به وسیله تراس حلقوی کوربالانس جریان باقی مونده بیش از حد مجاز رو تشخیص میده و در این حالت خروجی رله فعال میشه. در واقع سیتی کوربالانس جریان خروجی رو با جریان بازگشتی مقایسه میکنه تا در صورت وجود جریان نشتی به زمین اون رو تشخیص بده. در صورت عبور جریان خارج از حدی که بر روی رله ارتفالت تنظیم شده این رله عمل میکنه و به کنتاکتور یا کلید اتوماتیک فرمان قطع مدار متصل به رله ارتفالت رو میده. بسته به نوع رله نشتی جریان میتونیم مقدار جریان باقی مونده رو به منظور ارسال فرمان قطع تنظیم یا انتخاب کنیم. به علاوه LED روی رله در صورت وجود جریان نشتی بیش از حد مجاز روشن میشه و هشدار میده. در عملکرد حفاظتی و نظارتی میتونیم از رله های سری RH10 RH21 و RH99 استفاده کنیم که بعضی از رله های این سری به صورت دستی و بعضی دیگه به صورت اتوماتیک ریست میشن. در عملکرد حفاظتی در صورت بروز خطا رله به کنتاکتور یا کلید اتوماتیک فرمان قطع میده. در عملکرد نظارتی یا مانیتورینگ نشتی رله ارتفالت اشنایدر رو میتونیم برای نظارت بر نشتی زمین ناشی از پوسیدگی کابل‌ها یا گسترش تأسیسات در تأسیسات الکتریکی استفاده کنیم. مزیت اندازه‌گیری و نظارت پیوسته بر جریان نشتی اینه که امکان برنامه ریزی برای تعمیر و نگهداری مدارهای آسیب دیده رو فراهم میکنه. در این کاربرد میتونیم خروجی رله نشتی جریان رو فقط به یک سیستم هشدار دهنده مانند چراغ سیگنال یا سیستم اسکادا متصل کنیم تا جریان نشتی رو تشخیص بدیم. به این صورت که اگه جریان نشتی از آستانه رله ارتفالت فراتر بره، یه سیگنال کنترلی توسط رله نشتی جریان صادر میشه. این سیگنال کنترلی میتونه آنی یا با تأخیر ارسال بشه. ولی اگه بخوایم از عملکرد حفاظتی و نظارتی رله ارتفالت اشنایدر به طور همزمان استفاده بکنیم، باید به یک سری موارد توجه کنیم. در چنین شرایطی برای نظارت بر نشتی زمین یک رله ارتفالت ویجیرکس اشنایدر رو روی حساسیت پایین تنظیم می‌کنیم تا در زمانی که عایق بندی دچار مشکل شده اما هنوز کار می‌کنه با ارسال یک سیگنال کنترلی هشدار بده. و اما برای حفاظت در برابر نشتی زمین رله نشتی جریان دوم رو به صورتی تنظیم می‌کنیم که هنگام فراتر رفتن جریان نشتی زمین از آستانه جریان آی دلتا ان مدار توسط یک کلید اتوماتیک مجهز به رله شنت یا رله آندر ولتاژ قطع بشه. اما سیمبندی ترانس جریان سیتی به چه صورته؟ سیمبندی سیتی کوربالانس اینجوریه که باید به صورت سری وصل بشه و به شکلی این سیتی در مدار قرار میگیره که سیم‌های فاز از داخل حلقه سیتی کوربالانس عبور بکنه و به نسبت جریان نمونه گیری شده توسط سیتی کوربالانس به رله ارتفالت فرمان داده میشه.
در واقع CT کور بالانس یک نمونه‌گیر جریانه. تکنسین نصب CT در تابلو برق باید هنگام کار با انواع مختلف CT به یک سری نکات مهم برای جلوگیری از خسارات احتمالی توجه بکنه. از نکات ضروری و مهم نصب CT به همراه رله نشتی جریان در تابلو برق میتونیم به یک سری موارد اشاره کنیم. در شبکه AC CT کور بالانس باید تمامی فازها و نل در صورتی که توضیح شده باشه رو در بر بگیره. در شبکه DC CT کور بالانس باید هر دو پولاریته رو در بر بگیره. CT کور بالانس نباید هادی زمین یا PE رو شامل بشه. جهت CT کور بالانس اهمیتی نداره. و اما تست رله نشتی جریان اشنایدر به چه صورته؟ رله ارتفالت اشنایدر رو میتونیم در روند تعمیر و نگهداری تاسیسات به صورت دستی تست کنیم. برای به حداقل رسوندن زمان خرابی تجهیزات میتونیم این تست رو بدون تریپ تجهیز حفاظت انجام بدیم. همچنین این تست میتونه شامل آزمایش عملکرد تریپ تجهیز قطع کننده مدار مانند کلید اتوماتیک هم باشه. هدف تست بررسی عملکرد کنتاکت‌های خروجی و سیستم حفاظتی یا کلید اتوماتیک متصل به رله ارتفالته. روش تست هرچی باشه ریست شدن باعث پاک شدن خطا شده و همه LEDهای وضعیت رله نشتی جریان مجددا تنظیم میشه. در روش اول یا تست رله نشتی جریان بدون تریپ، سیستم حفاظت بدون تحریک کنتاکت خروجی بررسی میشه. در واقع با تست رله فقط LED خطا تغییر وضعیت میده و کنتاکت‌های خروجی در همون حالت باقی میمونن. در روش دوم یا تست رله نشتی جریان با تریپ کلید قطع کننده مدار، سیستم حفاظتی با تحریک کنتاکت خروجی بررسی میشه. در این روش LED خطا به همراه کنتاکت خروجی تغییر وضعیت میده که این کنتاکت‌ها باعث باز شدن کلید و در واقع تریپ میشه.